آیا زولبیا یوتیوبرهای خارجی اسکی رفته؟ حالا واکنش طرفداراش. نه، این امکان نداره. نه نه. دیگه ماینکرافت پلیری وجود نداره که زولبیا رو نشناسه. کسی که از این شد این. سوال اصلی اینجاست، چرا زولبیا داره این کارو میکنه؟ به خاطر پول؟ به خاطر قطعی برق؟ به خاطر نبود محبوبیت کانتنت ماینکرافت؟ پس دلیلش چیه؟ تو این ویدیو به همه چی پاسخ میدم. همه چیز از این ویدیوی لعنتی شروع شد. نه، این امکان نداره. نه نه. درود به همگی، چطورید؟ خوش اومدید به دومین ویدیوی کانال بنانکرافت. توی این ویدیو اومدیم به یک نفر بپردازیم که داره از اعتماد شما سوء استفاده میکنه و شما هنوزم دارید از اون حمایت میکنید و اون کسی نیست جز زولبیا. قبل از هر چیزی لطفاً بچه‌ها حمایت کنید، چون من اومدم دارم بهتون حقیقت رو میگم و این کاری کنید تا این ویدیو ساجست بشه، تا به دست اون برسه و بفهمه که داره چی کار میکنه و چه بلایی سر کامیونیتی ماینکرافت میاره. بار اول زولبیا نشسته بود پشت سیستم، گفت دیگه به ایدم نمیرسه ماینکرافت چیزی بذارم و اومد شروع کرد. اولین میمو گذاشت که خودش و دید واو چقدر داره حمایت میشه، پس رفت میمای بعدی رو ساخت. انقدر میم ساخت که چی؟ که چند تا یوتیوبر دیگه هم ازش یاد گرفتن و ریده شد به کامیونیتی ماینکرافت. آره دقیقا همون جوری که گلزار گند زد به صنعت موزیک. زولبیا از همون اول چنلش کپی پیست بود از یه چنل خارجی به این اسمی که الان دارید میبینید. درسته اسکین زولبیا که کلن ازش اسکیه، محتواهاش اسکیه، موزیکای ویدیوش اسکیه، همه چیه این اسکیه. خودتون ببینید، خودتون قضاوت کنید. تو میتونی با دیدن این ویدیو 100 میلیون تومان به من ضرر بزنی و کامپیوترمو نابود کنی، چون هر بازدیدی که این ویدیو بگیره من یه دونه TNT میذارم. یعنی تو همین الان یه TNT اضافه کردی، تازه به ازای هر لایک 3 تا TNT و به ازای هر کامنت 5 تا TNT و حتی به ازای هر سابسکرایب 10 تا TNT. یعنی فقط یک نفر از شما میتونه 24 تا TNT اضافه کنه و زمانی که روشنشون کنم کامپیوترم بعید بدونم سالم بمونه. به هر حال من برم TNT هاتونو بذارم. In any given Minecraft world, there is a 0.002% chance that the end portal just doesn't generate, which means 0.002% of the time it is impossible to beat the game. Or خب حالا زولبیا الان داره چی کار میکنه؟ حالا که بهونه داره برای این که بگه برقا رفتن، ایده توپ زد به سرش که همون ساخته میم بود و الان میریم میماشو بررسی کنیم و میبینیم که آیا واقعا به خاطر برقه که نمیتونه ویدیوی ماینکرافتی بسازه یا نه. ببینیم اصلا این میما چی انقدر دارن ویو میگیرن. برو بریم. بله خب از این ویدیو شروع میکنیم. به نظر میاد ویدیوی خوبی باشه. لپتاپ ها به مرور زمان. بفرما. از این اسکی رفتی دلغک. خب دیگه چه ویدیویی گذاشته؟ پیشرفت طراحی ایموجی تفنگ. اوکی بفرما. اینم اسکی رفتی. دیگه نمیتونه خب همه رو اسکی بره. اینم یکی از نمونه های انداختن جون مردم به هم دیگه. لگوی بتمن. عجب یکم از این داش اون اسکی نرفته.
خار بتمن این 2016 ایشون خودش انقدر ویو نخورده که تو ویو خوردی دلغ. این چیه؟ تاریخچه لگوی اسپایدرمن. داداش این زولبیا رو نزن، به خدا میدونم خودتی، به خدا میدونم. خب چرا هستی بیره؟ حتی آهنگش هم عوض نکردی دلغک. اینم اسم کانال خودش رو زده، نگاه کن. حتی آهنگو اینش هم عوض نکردی بابا. اینو دیگه اسکی نرفته، قول میدم. زولبیا نزن بابا، خودتی، قبولت داریم. عجب. خیلی جالبه. اوکی بریم یه میمه دیگه ببینیم. پیشرفت مدل دامن ها از 1970 تا 2020. اوکی. بابا باریکلا. خیلی دلغکی زولبیا، خیلی دلغکی. بعد میدونی جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که بهونه برق میکنه. تو این همه داری ویو میخوری، مگه برق چقدر میره؟ وایسا. آها، رنگ سبز مساوی آدرس خونم. بانک رفت، ولی اگه رنگ سبز ببینم آدرس خونم رو لو میدم. آقا رنگ سبز مساویه با آدرس زولبیا. بدون شک قراره بیچاره بشم، چون قشنگ 85% دنیای ماینکرافت اصلا سبزه. یه عالمه بلاک و جک و جونور سبز هم که وجود داره. رسما کارم ساخته است، ولی لایکو بزنید حداقل یه شانسی برای اسپان گیرمون بیاد. یس! فقط نباید کاکتوس ببینیم، خیلی با احتیاط. اوه اهرام مس. میگم لوتش اهرام کرمان. امرالد باشه. این طرفاش خبری نیست. فرقا کریپر اونجا چیکار میکرد بابا؟ قلبم اومد تو شورتم. من شخصیت توئه. آدرس دنیا، کهکشان راه شیری، کشور گل و بلبل، ایران، استان قزوین. اوکی. جدول قطعی برق 1404. بیشتر 3 ساعت نیست، حالا بعضی جا هم نهایت 4 ساعت میره. خود قزوین هم هست، ولی در کل نگاه کن بیشتر 3 ساعت نیست اصلا تو این جدول. بعضی جا دیگه تهش 4 ساعته. پس تو کل روزو چیکار میکنی؟ 20 ساعت دیگه فرصت داری. سب ببینم، مگه زولبیا برق نداشت؟ پس چرا با ای جی کینگ ویدیو گرفت؟ بریم چالش زولبیا رو ببینیم. سلام، من میره احتمالاً مشغول انجام چالش‌های مختلفی. حالا منم برات یه چالشی دارم که تازه چالش ما یه مجازات هم داره. چالشم اینه که ادوانسمنت کیزن کلیپس رو انجام بدی. از بالاترین ارتفاع مپت بیفتی و توی پایین‌ترین نقطه کلاچ کنی. چیزی که سختش می‌کنه اینه که نباید آبو از قبل بذاری اون پایین، چون بچه‌ها دوست دارن اگه نتونستی یه مجازاتی هم بشی دیگه. مجازاتش خیلی ساده است، انتخابش هم حتی دست خودته. شاید عجیب باشه برات، ولی باید یه چیزی رو لو بدی. جدی میگم، میتونه شماره تلفنت باشه، چه میدونم آدرس خونت باشه، یه چیزی که بچه‌ها دوست داشته باشن بدون. خلاصه که ان شاءالله موفق باشی. ولی البته بچه‌ها که دوست ندارن موفق باشن، چون دوست دارن یه چیزی لو بدی. همینجور که دیدید وقتی بحث پول باشه زولبیا اونجا حضور داره. تو خب موتور برق نداشتی، تو که برق نداشتی، پولشو که داشتی موتور برق بگیری، ولی بهانه کاشتی. خودت اعتراف کردی که داری دروغ میگی. این ویدیو همه چی رو ثابت کرد. قضیه میم کلن کنسل شد. الان دیگه همه میدونن تو یه دلغک دروغگویی که فقط به خاطر محبوب بودن کانتنت میم این کارو کردی. بریم تو کامنت ها ببینیم اصلا کسی به این موضوع اشاره کرده یا نه. وضعیت کامنت ها: زولبیا که برق نداشت، لایک شو، حق لایک شو. ای کاش میدونستم 1000 بار لایکت کنم. به نظرتون درآمدی که زولبیا از ساخت این میما داشته حالا چقدره؟ شاید فکر کنید یه درآمد ناچیز بوده، ولی به خاطر این همه ویویی که از این میما گرفته، با یه حساب سرانگشتی که من انجام دادم، ویوی کلش، ویوی ماهانش و ویوی ویدیوهاش رو حساب کردم، فقط درآمد 1 ماهش میشه بالای 1 میلیارد تومن. بین 1 میلیارد تا 1,400,000,000 و این بهایی بوده که شما به ایشون دادید و نوش جونش، چون خود شما از اون حمایت کردین و حالا اگر پشیمون باشید اصلا دیگه مهم نیست.
در کل باید به زولبیا بگم که اینم از ویدیوی امروز ما. راستی حمایت فراموش نشه و اون میمی که موش از جعبه در میومد فوشم نمیداد اصلا با زولبیا نبودم و قصد توهینی نداشتم، فقط برای طنز ویدیو بود. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعد بدرود.